سبب اصلی پس‌شوی حرارت هوا طی چند روز اخیر در تاجیکستان اصلا پی در پی وارد گردن هوای سیبری به قلمرو جمهوری ارزیابی می‌گردد. این حالت اساساً قسم زیادی وادی‌های ولایت ختلان را فرا گرفته. در ناحیه‌های تابع مرکز دوام چند روز اخیر حتی قیرو برفی به مشاهده رسید. هوای سرد در قسم جنوبی کشور تومنفرایی را نیز به عمل آورد که دوری بینش را تا 300-500 متر پست گردانید. بنا به تاکید آب و هواشناسان، هوای سرد و تومنفرایی 6 ینور هم در قسم زیادی ناحیه‌های وادگی ولایت ختلان پیشگویی می‌گردد، اما دوری بینش نسبتاً بهتر خواهد گردید. 10 روز اخیر در ولایت ختلان اساساً در وادی‌ها هوا نسبتاً سرد بود و شبانه حرارت هوا از 5 تا 10 درجه خنک، روزانه باشد از 1 تا 6 درجه سرد بود و روزهای نزدیک تا 8 در این منطقه چنین وضع هوا باقی خواهد ماند. اینچنین طی 2 روز اخیر در تابع مرکز در وادی‌ها نیز حرارت هوا از 1 تا 3 درجه روزانه سرد گردید. شبانه باشد در ناحیه تابع مرکز نیز حرارت هوا از 4 تا 9 درجه خنک است. اینچنین در ولایت سوخ نیز در وادی‌ها شبانه حرارت هوا از 5 تا 10 درجه خنک، روزانه از 0 تا 5 درجه خنک است و بعد 8 9 در منطقه های تابع مرکز و اینچنین ولایت سوخ احتمالات گرمشوی حرارت هوا در نظر است و احتمال است که حرارت هوا بعدا از 1 تا 6 درجه گرم گردد، ولی در ولایت ختلان تا روزهای دهم هنوز حرارت هوا از 0 تا 5 درجه خنکی را تشکیل خواهد بود. وضع آب و هوا در قسمت‌های کوهی ناحیه‌های تابع مرکز، ولایت سوخت و غرب ولایت بدخشان تا روز 10 ینور تغییر یابنده پیشگویی می‌گردد. آب و هواشناسان در این منطقه‌ها از 12 تا 17 و از 17 تا 22 درجه هوای سرد را تخمین می‌زنند. در قسمت‌های کوهی تابع مرکز، ولایت سوخت و غرب بدخشان باشد در طول این روزها تا 10 ینور حرارت تغییر یابنده از 12 17 تا 17 22 درجه خنک خواهد ماند. روزانه در این منطقه از 8 تا 13 درجه هوا سرد است. در بلندکوه‌های ولایت بدخشان باشد در طول این روزها تا 10 ینور حرارت هوا شبانه 35 در بعضی ناحیه‌ها تا 45 و در منطقه بلندکل باشد تا 52 57 درجه حرارت هوا پیشگویی کرده می شود. روزانه در این منطقه اساساً 17 22 در بلندکل باشد تا 30 33 درجه هوا سرد است. در شهر دوشنبه تا دهم اساساً هوا به بارش، قیرو برفی ششم پیشگویی کرده می شود. از هفتم تومنفرایی هنوز باقی خواهد ماند و از نهم سرکرده در شهر دوشنبه نیز حرارت هوا کم و بیش گرم گردد، احتمالاتی از 4 تا 6 درجه گرم شدن آن در نظر است. در همین حال طبیبان تاکید می‌دارند که هوای سرد به سلامتی شهروندان به تاثیر نخواهد ماند. از این رو در این گونه هوای سرد با برنمودن لباس‌های گرم و رعایت قاعده‌های بهداشتی به خاطر پیشگیری از هر گونه بیماری‌های سرطانی مهم ارزیابی می‌گردد. سفرخوجه رضازاده، بهردین میرزا علی، جهان نما.